هوا خیلی سرد بود. پیسرک لباس تنوک برداشت. سخت گرسنه بود. در دستش پولی کمی داشت و به رهبولیش تا به مکتب می رسید و بس. پیسرک مجبور شد و به دری نزدیکترین خانه آمد و در را کوفت تا برای خوردن چیزی بپرسد. در را زنی جوانی گشاد. پیسرک دست و پا خورد، شرم کرد. تنها یک پیاله آب پرسید. زن حس کرد که او گرسنه است. رفت و لحظه پس یک پیاله کلان پر از شیر آورد. شیر را به پیسرک داد. پیسرک شیر گرم را نوشید و به تنش قوت و مدار آمد. شیرتون چند پول؟ پرسید پیسرک. بی پول. مادرم همیشه ما را تعلیم میداد که همیشه کاری خیر کنیم و پول طلب نکنیم، گفت با تبسم ملیح جوان زن. چشمان پیسرک برق زدند، زیرا او اکنون می توانست به هیچ خواطر به مکتب خود برود. من برای شما، برای نیکوکاریتان دعا می کنم، گفت پیسرک با خرسندی. پیسرک به راه درآمد. پیاله شیر گرم به او قوت و نیرو بخشیده بود و رفتار نجیب جوان زن در دل او حس باوری به خداوند رحمان و رحیم را قوی نمود، زیرا کودک باور داشت که خداوند این جوان زن را چنین نکوکار آفریده. سالها گذشتند. همان جوان زن پیر شد. روزی پیرزن بیمار شد. در بیمارخانه دیه به دردش علاجی نیافتند و او را به شهر برای معین کردن دردش و طبابت فرستادند. دکتر زاکیر در بیمارخانه طبیبی نامداری بود. او را برای معاینه بیمار دعوت کردند. وقتی که او نام دیه بیمار را شنید، چشمانش به طوری عجیب برق زدند. او به نزد پیرزن بیمار آمد. دکتر پیرزن را شناخت. او تصمیم گرفت که این پیرزن را طبابت و نجات خواهد داد. طبابت پیرزن دور و دراز دوام کرد. با سعی و کوشش دکتر، پیرزن صحت شد. اکنون لحظه پرداخت مبلغ طبابت فرا رسیده بود. طبیب کاغذی را که در آن مقدار مبلغ طبابت نوشته شده بود به دست گرفت
در زیرش چیزی نوشت و آن را به پیرزن داد. پیرزن لفافه حسابی مبلغ را با ترس و لرز به دست گرفت. او می‌دانست که آنجا مبلغ کلانی باید باشد و می‌ترسید که اکنون او باید برای پرداخت این مبلغ تمام دارایی خود را بفروشد. به خدا زاری کنان با دستان لرزان لفافه را باز کرد. با مبلغ نگریست. پولی کم نبود. نوشتجات طبیب را پیرزن خواند و به حیرت افتاد. طبیب نوشته بود پول طبابت با یک پیاله شیر گرم پرداخت شده است. امضا دکتر زاکری. چشمان پیرزن پر از اشک شد. به خاطرش همان پسرک لاغرندام و گرسنه رسید که در هوای سرد از پیاله شیر گرم می نوشید و به او با یک جهان خرسندی و سپاس می نگریست. پیرزن اشک شادی می ریخت. زیر لب پیچ راست می زد. هزاران بار شکرت پروردگار یگانه که رحمان و رحیم استی. خواهران و برادران اهل اسلام، از بحر خدا همدیگر را دوست دارید. همدیگر را در لحظه های مشکل حیات دستگیری کنید. رسول الله می فرماید که هر کسی که با دل پاک و نیت نیک صدقه می کند، خداوند خیر او را قبول می کند و از درگاه الهی مکافات عملش را 10 چند برمی گرداند.